خیلی خوش میاد. اولین ویدیو ما یعنی ویدیوی معرفی خودم، ادیتورم که جورتوبینی فرستاداشو میشنوید. سلام دوستان، این دست منه و چند تا توضیح در مورد کانال یوتیوب و تلگرام. خب بذار منم سلام کنم. سلام و درود میکنم بر دوستان و امیدوارم ایشالله سابسکرایبرای آقای ایمان و چنل مستر گیم. منم مبینم مثل ایشون. بگو چند سالته؟ ایمانم 14 سالم از کرج. خب ببندی. خب بعدی که در باید چنل تلگرام و یوتیوب که چیز خاص نداره، شورت میذاریم، شورت ویدیو از چیزای ترفند و فلان. شورت کی؟ ویدیو ترفند گفتم. و چنل تلگرام این ستاره ها هست، از اونا قرار یعنی گذاشتم برای هر پستم که بذارم هست. هر کی بیشتر این ستاره رو بزنه به قید قرعه بین 6 تا تفنگ خفن CSGO قرعه کشی میکنیم و بهشون میده. 6 تا تفنگ AK، دیزرت، ایدبل، M4، IUG، SG553 به اینا قرعه کشی میشه. و چند تا سوال هم ادیتور داره که از اون قرار بپرسیم. من اسممو گفتم، نترس، بگو اسممو راحت باش. آفرین. خب در هفته میخوای چقدر ویدیو بذاری؟ تو در هفته حداقل 200 تا. حداقل نه حداقل 4 تا. حداقل یا حد اکثر؟ ببین 2 تا که در مورد CSGO باید بزنن هر هفته. خب یه نم شورت احتمالاً بزنم، یا نه بازی دیگه. اگر بازیایی که بچه‌ها توی بگن بیشتر، ولی یه 2 تا 5 شب با فردی بچه‌ها پیشنهاد دادن و گرنه این 2 تا رو بازی میکنم. خب چند شنبه ها ویدیوات میاد؟ ویدیوهای CSGO شنبه دوشنبه است. شورتمون احتمالاً شورت تو هفته یه دونه کم نیست. شورت نه 2-3 تا حداقل شورت تو هفته 3 تا شورت. این باز بهتر شد. شنبه و یک شنبه 100% تو هفته 3 تا شورت یا نه؟ 2 تا حداقل 2 تا. حداقل 2 تا. 2 تا. یعنی 2 تا یعنی 100% هست. آره. شنبه و دوشنبه CSGO. حالا به غیر از پنجشنبه جمعه که شورتاه، پنجشنبه جمعه هم میریم برای بازی ترسناک که خیلی حال میده، مخصوصا پنجشنبه شب. چه روزی رو اختصاص میدی برای اینکه مثلا سابسکرایبرات برات مثلا بگن چه بازی کنی؟ اون دیگه من هر تایم بگم من بازی انجام میدم. هر کدوم که چیز به یه 4 تا بازیه. خب که نه حالا ترسناک نه، هر بازی یه 4 تا بازی ترسناکه. خب فعلا خب با بچه‌ها نشستیم نگاه کردیم آیا تو اینجا میذاره بازی ها رو. شما تو کامنت ها بگید کدومشون ادیتور بدبخت همه کارا رو باید بکنم، بهتره که اونو بازی کنیم. فعلا که پنجشنبه با فردی و گرانیه. بریم به سوال بعدی. خب با چه بازی شروع میکنی؟ CSGO CS2 فرق یادت میره تو فرق هم کن چون CSGO نیست الان، چون جنم CSGO پیدا کنی قبلیه رو البته. اوکی. فقط CS2 بازی میکنی که اینم گفتیم. ببین الان خب فعلا استارت هم با CSGO و بازی ترسناک. حالا یه زومی میکنیم سر روی ماینکرافت و ماشین بازی و یورو تراک، فوتبال فکر نکنم فوتبال خیلی چیز باشه. حالا سر مسابقات بعد خیلی گذشت آنلاین سن بازی میکنیم دیگه. یه خیلی گذشت. چند سال چند ماه یه سال شد. اگر بهتره کنید لایو هم داره. اگر ترکونده بشه دیگه فعلا ترکونده بشه. آره لایو هم میذارم ولی نه فعلا چون دوربینم آماده نیست.
دوربینم آماده شه لایو دوربین میذاره. آماده نیست آماده که شد. منظورش اینه که نیست نداره. الان نیست دوربینه. خب دیگه چی بپرسم ازت؟ عشقت میکشه. دوست داری در آینده شغلت فقط یوتیوبر بودن باشه؟ احتمالاً بله. ولی خودم به آشپزی خیلی علاقه دارم. جان؟ آشپزی. شف خیلی دوست دارم. این سر آشپزه داداش. یعنی مثلا آشپزی همینطوری برای خونه نه میری رستوران. حتی الان خونه هم آشپزی میکنم ولی خب حالا طرفاً در آشپزی هم میذارم. بین حالا که اینو گفتی بین آشپزی و یوتیوب کدوم؟ سخته. به یوتیوب درآمد سرمایه اولیه میخواد، خب آشپزی هم میخواد. آشپزی اصلا میدونی آشپزی چی میخواد؟ گاز میخواد. گاز الان دیگه مثلا فکر کنم خوبش دیگه 100 تومن باشه یا نه؟ یوتیوب فکر کنم راحت‌تره. یوتیوب راحت‌تر نیست. ببین هر روز راحت‌تره خب ولی ادامهش آره چیز میشه. ادامهش آره. دیگه توی ماه خب به نظر توی آینده توی یه ماه درآمد چقدر میشه؟ درآمد مثلا نه مثلا سابسکرایبرها در حد اندازه مثلا یه یوتیوبر خوبه مثلا 300k خیلی 300k در ماه 100 تومن. حالا مثلا 50 تا 100 میلیون 100 میلیون توی یه ماه. مطمئنی؟ هنوز بچه یا؟ داده به اون است به چیده چی بهش میگن؟ به چیزه مثلا یادم بیاد به پشت کاره. شما خوب ویدیو بذاری خوبم لایک و سابسکرایب میگیری. در 7مین دقیقه یه جمله انگیزشی برای خودت بگو. یعنی برای اینکه میخوای تو دقیقه 10 جمله انگیزشی بگم 3 دقیقه صحبت کنی. 3 دقیقه هم داری صحبت کنی. یه سوال چیز نداری؟ سوال آسمی جنجالی هم میتونه باشه میتونه نباشه بمرفتن هر چی دوست داری. مثلا جنجالی یعنی چی؟ مرفت نه تو باید بپرسی. نه خب یه سوال جنجالی هم الان بپرس ببینم جنجالی مثلا منظورت چیه؟ جنجالی نه نمیدونم از چه نظر میشه مثلا در چی؟ نه بپرس شخصی؟ بپرس هر چی میپرسی بپرس. بیلمرم داداش آیا از اون آدمای شلخته ای یا نه؟ مثلا بخوای برای ویدیوات چیز کنی کلی نور پردازی و عجق و عجق نهایتا 2 تا نه اون رینگ لایت و در حال حاضر یه چیزی نیست مثلا درآمدم بره بالا یوتیوب نیستم پولمو خیلی چیز چرت و پرت بکنم. بله اون چه میدونم نداشت گفتی که بقیه بفهمم. سیستم در حال حاضر برای آوردن بازی مثلا CS2 چطوره؟ ضعیف با CFS بازی میکنم و بچه یه چیزی من چیز میکنم آیدیتون رو میگیرن تو CSGO اگر بازی میکنید با هم بشین بازی کنید. همین؟ آره میگم بازی یعنی فقط تو CSGO با بقیه بازی میکنی؟ آره چیزی همیشه بازیشه. حالا قبل مثلا 2 روز قبل از این که خواستی یه ویدیو بذاری درباره حالا بازی آره بگو که مثلا آیدیشون رو بذارن اگه بازی میکنن و اینا بگو که چیز کنن مثلا آیدیشون رو بذارن و پیشنهاد مطلوب است. بله آیه تو من تایمو دارم حواسم به تایم است. آفرین در ساعت کلان چی میخوری؟ تکت بریم برای چی کار
جمله انگیزشی. آفرین. جمله انگیزشی. واسه خندم بره. خیلی سخته. خب بره. خیلی سخته بره. برو تو کنم بار. برو من نکنم. بچه ها نها کنید، من البته نمیتونید نها کنید، من پشتم. آره نه پشتش هم به من نبینمش. اولش با چی شروع کنم؟ من نمیدونم. یه بزرگی بهم گفت. یه بزرگی شنیده بودم. از ایمان بشنوید که اینو میخواد بگوید. آره. میدونی شاعر چی میگه؟ شاعر تویی اسکل. نه دیگه خب میدونی من چی میگم؟ شاعر منم الان. داداش نه. میخواستم ولش کن. میخوای نگم؟ بگو. بگم. و جمله انگیزشی ما وقتی خدا کار یا عملی میاره تو ذهن شما، یا مثلا بر من نشسته صحبت میکرده، گفتم من که دارم بازی میکنم، من ویدیوشو میگیرم، تو فقط ادیتشو بزن. انداخت شد فقط ادیتش. فقط خدا انداخت تو ذهنم. میاد وقتی خدا کاری بناره تو ذهنت یعنی شدنیه. ببینیم میشه یا فعلا.